پندهای 22گانه زرتشت پیامبر بزرگ آریاییان که در 3700 سال پیش آن را به ما آموخته و به یادگار گذاشته. 1. آنچه را گذشته است فراموش کن و بدانچه نیامده است رنج و اندوه مبر. پیش از پاسخ دادن بیندیش. هیچ کس را تمسخر مکن. نه به راست و نه به دروغ هرگز قسم مخور. خود برای خود همسر برگزین. به ضرر کردن کسی خوشنود مشو. تا جایی که میتوانی از مال خود داد و دهش نما. کسی را فریب مده تا دردمند نشوی. از هر کس و هر چیز مطمئن مباش. فرمان خوب ده تا بهره خوب یابی. بیگناه باش تا بیم نداشته باشی. سپاسدار باش تا لایق نیکی باشی. با مردم یگانه باش تا سرآمد و مشهور شوی. راستگو باش تا پایدار باشی. فروتن باش تا دوست بسیار داشته باشی. دوست بسیار داشته باش تا معروف باشی. نیک باش تا زندگانی به نیکی گذرانی. در دین و مذهب افراط نکن تا پاک و راست گردی. مطابق وجدان خود رفتار کن که کامروا شوی. جوان مرد باش تا آسمانی باشی. روان خود را به خشم و کینه آلوده مساز. هرگز ترش و بدخو مباش.